آقای 43 ساله به دلیل سنکوب در محل کار به اورژانس آورده شده و از بیمار نوار قلب گرفتن. در نوار قلب بیمار اگر به لید 2 دقت کنید، اینجا موج پی، این قسمت کمپلکس QRS و اینجا هم موج تیه. فاصله بین ابتدای موج پی تا ابتدای کمپلکس QRS معادل 16 مربع کوچیکه. ولی آیا این فاصله پی آر نرماله یا نه؟ فاصله پی آر که اصطلاحاً پی آر اینتروال گفته میشه، به فاصله بین ابتدای موج پی تا ابتدای کمپلکس QRS گفته میشه که نشون دهنده زمان انتقال بار الکتریکی از دهلیز به بطنه که در نتیجه انتقال پیام عصبی از گره AV به باندل هیس و از اونجا به باندل راست و باندل چپ خواهد بود. اما نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که اختلال در هر کدوم از این قسمت ها میتونه فاصله پی آر رو طولانی کنه. حالا منظور ما از این طولانی چیه؟ پی آر اینتروال نرمال بین 120 میلی ثانیه تا 200 میلی ثانیه هست و از اونجایی که عرض هر مربع کوچیک معادل 40 میلی ثانیه است، پس پی آر اینتروال نرمال بین 3 مربع کوچیک تا 5 مربع کوچیک خواهد بود. در نتیجه اگر فاصله پی آر بیشتر از 5 مربع کوچیک باشه، به معنای اختلال در انتقال بار الکتریکی از دهلیز به بطنه که به اون AV بلاک گفته میشه. 4 حالت مختلف برای AV بلاک وجود داره که 2 مورد آخر اون حتما باید اعزام بشه. در حالت اول گره AV مثل فردیه که روی ویلچر نشسته، یعنی توانایی انتقال رو داره اما سرعت انتقال بسیار پایینه. در نتیجه همه پیام هایی که از دهلیز میاد با تأخیر یکسان وارد بطن میشه. در اینجا چند تا نکته مهم وجود داره. اولا همه پیام ها نهایتا وارد بطن میشن. پس بعد از هر موج پی یک کمپلکس QRS وجود خواهد داشت. نکته دوم اینه که همه پیام ها با تأخیر یکسانی وارد میشن. یعنی نه تنها پی آر اینتروال ما بیشتر از 5 تا مربع کوچیکه، بلکه اندازه پی آر اینتروال ها هم با همدیگه برابره. حالا یه مثال با همدیگه در اینجا ببینیم. در این قسمت پی آر اینتروال معادل 10 تا مربع کوچیکه. پی آر اینتروال بعدی هم 10 تا مربع کوچیکه و اگر به همه بیت ها نگاه کنید، همین اتفاق مجددا تکرار میشه. و به این حالتی که در اینجا دیدین اصطلاحاً بلوک درجه اول یا فرست دیگری AV بلاک گفته میشه.